سرزمینی که امروز زیر خلیج فارس را گرفته تمدنی گم شده را نشان می‌دهد که همه انسان‌ها میراثدار آن تمدن بزرگ هستند. در عصر یخبندان ناحیه خلیج فارس برخلاف مناطق دیگر جهان سکونت پذیر بوده و مکان استقرار انسان‌هایی از 100,000 سال قبل بوده است که با پیشروی اقیانوس هند در 8,000 سال قبل به زیر آب رفته است. این منطقه در نقطه اوجش مساحتی به اندازه بریتانیا داشته و میتوان بسیاری از سوالات مجهول تاریخ تمدن بشری را در اعماق خلیج فارس یافت. جفری روز باستانشناس وابسته به دانشگاه بیرمنگهام انگلستان نظریه تازه‌ای درباره خلیج فارس مطرح کرده است که طبق آن این خلیج در گذشته‌های دور خشک بوده و در عصر دیرین سنگی مردمانی در آنجا میزیستند. این مردمان در عصر نوسنگی تمدن درخشانی در آنجا پدید آورده بودند. تمدن نوسنگی بسیار پیشرفته‌ای که تا 75,000 سال پیش در سواحل کنونی خلیج فارس پابرجا بود و آثار آن را در سالهای اخیر کشف کردند. کاوشگران در آنجا خانه‌های سنگی محکم برای سکونت دائمی، ظروف سفالی، شبکه تجاری به منظور تجارت با سرزمین‌های دوردست، نشانه‌های نگهداری از حیوانات اهلی و حتی یکی از قدیمی‌ترین کشتی‌های جهان را یافتند. همچنین باستانشناسان به ابزارهای سنگی که به تازگی یافته‌اند تکیه می‌کنند، چرا که این ابزارها با ابزارهای کشف شده در شرق آفریقا هیچ نسبتی ندارند. به عقیده آنها همه اینها نشان می‌دهند که انسان‌های اندیشه ورز هوموساپین‌ها زودتر از آن که تاکنون گمان می‌رفت آنجا آمده بودند و احتمال می‌رود که ناحیه خلیج فارس پیش از آن که در آب فرو رود آبادی کویری بوده و سیستم آبیاری کارآمدی داشته، چنانکه برای زندگی بسیار مناسب بوده و از همین رو انسان‌های دیرین سنگی پیش از آن که در برابر پیشروی اقیانوس هند پس بنشینند و در کناره‌های کنونی خلیج فارس ساکن شوند در آنجا میزیستند. همچنین به گمان جفری روز داستان‌های کشتی نوح و باغ عدن در تورات چه بسا مربوط به همین منطقه باشند و شاید اگر سرچشمه آنها را در همین منطقه، یعنی منطقه‌ای که امروز خلیج فارس در آن قرار دارد، بجوییم به نتیجه درستی برسیم و فراموش نکنیم که قدیمی‌ترین داستان پیدایش را ساکنان این منطقه نوشته‌اند. این داستان سومری کهن‌ترین روایت اسطوره‌ای طوفان است و حتی هنوز هم آثار بسیاری در کنار خلیج فارس می باشد که آن تمدن بزرگ را ردیابی می کند. از دره شگفت‌انگیز ستارگان که نشان از هجومی سیلاسا از آب دریا دارد گرفته تا چاهکوه جزیره قشم که نشان از هجوم آب شور بر تنگه‌ای سیراب از آب شیرین را دارد. مثال دیگر جنگل‌های زنده هرا در میان آب‌های شور خلیج است و نیز ماهی‌های دوگانه زیست جزیره قشم که هم در آب زندگی می‌کنند و هم در خشکی و میراث تکامل موجودات آبزی را در انتقال به خشکی برای به دست آوردن اکسیژن بیشتر نشان می‌دهد. و همچنین می‌توان به دلفین‌های پستاندار جزیره هنگام نیز اشاره کرد که سیر جابجایی را از خشکی به دریا در موجودات سنگین وزن زمین نشان می‌دهند. همه این مثال‌ها حاکی از آن است که زیر خلیج فارس یک زمین مستعد و حاصل خیز بوده است و شاید نخستین انسان‌های خارج از آفریقا در حدود 75,000 تا 100,000 سال قبل در آنجا زندگی می‌کردند. و در پایان لازم به ذکر است که زمین خلیج فارس یک پناهگاه خوب در مقایسه با بیابان‌های اطراف بوده، چرا که با آب شیرین دجله، فرات، کارون و کرخه آبیاری می‌شده است. عقیده شما در این باره چیست؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.